اومدم روی فرمی که داشتیم کلی تغییرات انجام دادم. البته این خیلی جزئیاتی که اینجا بوده رو اینجا نیاوردم، چون لاینارتمو تمیز کردم که بتونم در واقع اون شیپ ها اضافه بکنم برای اینکه بتونم ولیو بهش اضافه بکنم. اینجا ببینیم چه اتفاقی افتاده. اومدم در واقع اون شیپ ها اضافه کردم. حالا کاری که من میکنم اینه که برای اینکه بتونم نورمو تنظیم کنم میام معمولا بک‌گراندش رو یه همچین بک‌گراندی میذارم که بتونم نورمو درست ببینم. لاین آرت هم میارم که روی کار انداختم، اینو کم رنگ ترش میکنم. ببینید اینجا خیلی کم رنگ ترش میکنم تا بتونم جزئیات اصلی رو بهش اضافه بکنم. بعضی که ببینم که در واقع خط خود اصلیم چیه. معمولا قبل از کار یه سری اینو استوری کرده بودم، میام یه دونه ولیوی کلی روش میزنم که درک کلی سه‌بعدی ازش پیدا کنم. این کار منه، ممکنه خیلی این کار انجام ندن و ممکنه واقعا نیاز نباشه این کار انجام دادن. این تا اینجا این اتفاق افتاده. بذاریم من اینو خاموش بکنم، یه ذره تدریج‌تر ببینیم. یه همچین چیزی شد.